عزیزا سلام، بازم خوش آمدید با یک ویدیو دیگه با من فریده جعفری. فراموش نکنید برای حمایت از من چینل مرا حتما لایک، شیر و سابسکرایب کنید. دوستان ما می‌خوایم امروز یک ویدیو خیلی کوتاه، ویدیو خیلی متخلصه برای شما بگیرم، به خاطر اینکه من قبلا یک ویدیو گذاشته بودم. چند نفر از ما سوال کرده بود که همین ماست تو چه قسم مایه منه. من امروز می‌خواستم ماست مایه کنم، باز گفتم باشه یک ویدیو هم بگیرم برای کسایی که از ما سوال کرده بود. من البته کامنتاش هم ریپلای کرده بودم، نمی‌فهمم یاد گرفت یا نگرفت. دیگه دوستان وقتی که امروز من خواستم یک ماست آماده کنم، گفتم برای شما هم ویدیو بگیرم. اولتر از همه ما همین شیر رو میگیریم داخل دیگ مینداز، داخل یگان دیگلی یگان چیز میندازیم، سر گاز میمونیم تا جوش کنه. همین شیر بالبایا. وقتی گاز خاموش می‌کنیم، بعضی کسا دوست داره که همین ماست که آماده منه کم ذره ترشتر باید، بعضی کسا دوست داره که زیاد ترش نه، یا کسایی که میخواد همین ماست کم ذره ترشتر باید، همین شیر زیاد باید یخ نشه ما یک نه. کسایی که دوست نداره شیر زیاد ترش باید با نه که همین شیر کم ذره سرد نه، کم ذره زیاد نه ولی کمی سرد نه. بعد از اون ما یک نه ویدیو رو تا آخر ببینید باشید. خب دوستان ما شیر رو که مایه مونم از شیر هسته که من از والمارت میارم، یعنی تقریبا یک گلن که بس سرخونم مایه مونم یک هفته بیشتر از یک هفته موره بس هسته. از تشکر از اینکه ویدیو رو تا آخر ببینید بودید. بازم فراموش نکنید برای حمایت از من چینل مرا حتما لایک، شیر و سابسکرایب کنید. تا یک برنامه دیگر، الله حافظ و ناظر.